عین خیلی‌ها منم از بازار و شاگردی شروع کردم تا تونستم مدیر یه شرکت تجاری بشم. اما هزار جور ضابطه و رابطه باعث میشه که هیچ وقت دخلمون با خرجمون جور در نیاد. رو به دوربین. آماده ای؟ 3 2 هنوزم باورم نمیشه که بابام تونست یه شعبه جدید از شرکتش اینجا تأسیس کنه و من و تمام خانواده‌ام بازم زیر سقف با هم زندگی. از موقعیت امروزم خیلی راضیم. اینجا حسنش اینه که کار حرف اول رو میزنه، نه چیز دیگه. درست مالیات بالاست ولی عوضش تورم لحظه‌ای نداری. من فقط یک مدیر اجرایی با 3 سال سابقه کار توی شرکت بودم. اصلاً فکر نمی‌کردم بچه‌م امروز دغدغه‌های یک عمر من رو نداشته باشه. همه این اتفاقا با ویزای ICT افتاد. ناولتی رد